کل عمل ابن آدم یضاعف. ببین الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعفا. حبیبی خدا گفت آدم مسلمان وقتی یک نیکی میکند الله 10 ثواب تا 700 ثواب میدهد. لیکن الله گفت الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر ماه رمضان که عدد ندارد، 700 ندارد، بلکه اون فقط عددش پروردگار میداند. ما جزای روزه دار میدهیم. خوش به حالتان، خوش به حالتان ای بنده های با انصاف پروردگار که این ماه مبارک شما روزه داشته ایستاده. شما برای شما به خدا قسم خیلی نعمت کلانی هست. دوستای خدا این روز آرزو میکردن که خدایا یک بار دیگر بر رمضان ما را برسان. امروز افسوس که همون